صفر تندربولت 2 و منفی 10 لعقه از جمله اولین هواپیماهای نظامی آمریکایی است که برای حمایت نزدیک از نیروهای زمینی به هنگام نبرد طراحی و ساخته شده است. این هواپیما که طرحی ساده اما کارآمد دارد، با 2 موتور جت و گنجایش یک خلبان برای مقابله با اهداف زمینی مانند تانک، زره‌پوش‌های مسلح و دیگر اهداف نظامی مسلح به کار می‌رود. پشتیبانی از نیروهای خودی در شب و روز از فاصله نزدیک از جمله دیگر توانایی‌های این هواپیمای نظامی است. کاربردهای ناظر به نجات سربازان گم شده و یا آنان که دچار سانحه شده‌اند نیز به سادگی با این هواپیما قابل انجام است. این هواپیمای نظامی را که به وارتاگ اددد گراز وحشی افریقایی مشهور است، می‌توان نسل بعدی هواپیماهای P-47 تندربولت -47 لعقه مربوط به جنگ جهانی دوم نامید. بالهای بلند این هواپیما به آن قدرت مانور زیاد در سرعت کم و ارتفاع پایین می‌دهد. برخاست و فرود در مدت زمان کوتاه از دیگر ویژگی‌های این هواپیمای نظامی است که به کارگیری آن را در نزدیکی جبهه‌های نبرد هم ممکن می‌کند. این هواپیما می‌تواند مدت‌ها با سرعت نسبتاً کم 320 کیلومتر در ساعت در ارتفاع پایین‌تر از 300 متری زمین با شعاع دید حدود 4.2 کیلومتر حرکت کند. با این ویژگی‌ها -10 می‌تواند نقطه ضعف جنگنده‌های پرسرعت را که توان زدن هدف‌های کوچک با سرعت کم را ندارند، پوشش دهد. موتورهای توربو جت این هواپیما از نوع -30 و 4-100 شرکت جنرال الکتریک است که در بالای 2 بال کوچک پشت هواپیما نصب شده‌اند. به منظور پایدارسازی سازه نگهدارنده موتور 2 استابلایزر به صورت عمودی در 2 انتهای بالهای پشتی قرار داده شده است. مسلسل گاتلینگ 30 میلیمتری که بر روی این هواپیما تعبیه شده است 3900 گلوله در دقیقه شلیک می‌کند و توسط سیستم‌های کنترل الکترونیکی مرتبط با سیستم‌های ناوبری به سادگی قابلیت آتش روی اهداف متحرک را مهیا می‌کند. سیستم دید در شب این هواپیما امکان می‌دهد به هنگام شب اطراف را بوضوح مشاهده کند. اطراف محوطه‌ای که خلبان می‌نشیند توسط بدنه محکم از جنس تیتانیوم محافظت می‌شود. برخلاف نسل قبلی این هواپیما می‌تواند حتی در صورت انفجار خلبان را به بیرون پرتاب کند و او را نجات دهد. وجود سیستم‌های موازی کنترل جنگ در این هواپیما به خلبان اجازه می‌دهد تا در مواردی که سامانه خودک